فرزند شما هر روزی که یک صفحه قرآن تلاوت بکند و شما در این دنیا نباشید، باور میکنید که همون ثواب یک صفحه‌ای که میخواند که انه شما هم خواندید، ثوابش در قبر در برزخ به شما هم میرسد؟ چطور میرسد؟ چون که شما سبب شدید که این حافظ قرآن شود. من دل علی خیر کفاعله، کسی که دلالت میکند به یک کار خیر مانند کسی است که این کار خیر رو انجام داده باشد. شما فرزندی تربیت کردید که محبت انسان، محبت مسلمان ها در دلش است، میره مثلا دکتر است، میره بیماران محتاج رو مفت علاج میکنه. این اجر و پاداشش هم برای فرزندتان است، یک کاپی هم در نامه اعمال شما هست. پس فرزند خوب نعمت است، زینت الحیات الدنیا، و باقیات الصالحات است، در آخرت هم به درد شما میخورد. آنچه که میگویند که واعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. بعد میگه که بدانید که مال شما، اموال شما و فرزندان شما اینها فتنه هستند. فتنه در اینجا چه معنی؟ وسیله امتحان شما هستند که اگر این فرزندان را خوب تربیت کردید، زینت حیات دنیا و باقیات صالحات هستند. اگر بد تربیت کردید، وسیله هستند برای آزمایش، وسیله هستند برای گرفتاری شما. چطور؟ مثلا یک انسانی، الله سبحانه و تعالی انسان خیلی خوبی است، انسان متقی است، پرهیزگار است، خداوند به او فرزندی عطا کرده که گمراه است، بیراه است، شاید در تربیتش کوتاهی کرده، شاید هم الله سبحانه و تعالی این وسیله‌ای برای امتحان و آزمایش تو قرار داده است. یکی از فرزندش بیمار است. بعضیا فکر میکنن چرا فرزند فلانی شل است، بیمار است، مثلا بیماری روحی دارد، روانی دارد، مشکلی دارد. یکی از حکمتاش میدونی چی است؟ همین فرزند سبب میشه که اون پدر و مادر همیشه به یاد خدا باشند، و اگر خداوند همین فرزند رو گرفتار همین بیماری نمیکرد، شاید اینها از یاد خدا غافل میشدن. این یک امتحان است، این یک فتنه است. الان الله سبحانه و تعالی میخواهد شما رو وارد جنت بکند همراه همین فرزندتان. چیکار کرده است؟ شما رو دارد امتحان میکند به وسیله این فرزند بیمار که آیا صبر میکنید؟ آیا تحمل میکنید؟ آیا شکر الله را ادا میکنید؟ اگر این کارو کردید، الله سبحانه و تعالی، زندگی دنیا کوتاه است، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال، اما زندگی جاودانی، زندگی آخرت. پس وقتی که شما امتحان میشید در اینجا، وقتی که شما از این امتحان سربلند به در میایید، الله سبحانه و تعالی شما و فرزندتان را در بهشت جاویدان الی الابد، در آنجا الله سبحانه و تعالی شما رو پاداش میداد، اجر میداد. اگر که فرزندتان رو صحیح تربیت نکنید، اگر که امور دین او را آگاه نکنید، فردا فاسق میشد، فاجر میشد، جانی میشد، زناکار میشد، آدم دزد میشد، آدم بد میشد، و هر جا هم که ببینید مردم چی میگن؟ شما رو لعن و نفرین میکنن که همچین فرزندی تربیت کردید. الله سبحانه و تعالی به همه ما و شما فرزندان صالح عطا بکند.